برای همین دین ما مبنی دلیل به دلیل قطعی به دلیل های قطعی به مبنی برای که همین هایی که پیش از ما بودن و خوابم روزه بود ما باید چی میگرفتن یعنی یک ماه میگرفتن ما ها باید چون چیکار کردن اومدن و گفتن که نم شک کردن گفتن که همین نواد و همین بعد ما روز پنجشنبه روزه گرفتیم که روز چهارشنبه روزه شده که بیا روز یک روز پیش گیریمش گپ نیک شد یعنی روزاشون بهم کتی 31 روز شد چون آخرش من گفتن که چی به اید بیا کن از باب احتیاط همین روزه هم چکنیم 32 روز شد انا میخواد چیکار کردن یعنی کار دوام دادن چون بعد دیگر نسلی که اومد و یا فکر کرد که رمضان 32 روز فرض نوبه گفتن که با همین یک روز نشه گفتن البته و یا همین اجداداشون با یک روز کردن چند کردن 34 کردن چون 36 کردن چون 38 کردن چون 40 کردن فهمیدید چون چیکار کردن 40 روز براتون در رمضانه چون رمضان چی شد یعنی همین خیلی ماهی چنده همین ماهی ایون انده گرمی با اومد هر روز یعنی 17-18 ساعت شبونه کم روز بازمین نمیشه که 40 روز 30 روز میبود خیلی میشد این 40 روز چیکار میکنیم کن گفتن که بیاد گفتن با 10 روز دیگه اضافه میکنیم 50 روز میکنیم زمستون به میپوچونیم